مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حالت سوءقصد به جان همسر از سوی شوهرش در پایتخت شهر دوشنبه خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد به شعبه وزارت کارهای داخلی یک ناحیه سینا با عریضه زن 47 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت کرده خبر داده است که شب 31 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 01:10 دختر 29 ساله او را که در همین ناحیه زندگی میکند در خانه استقامتیش همسر 36 سالش با کارد یک چند مرتبه به عضوهای مخصوص مهم بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های گوناگون وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تفصیلات دیگری حادثه و سبب مناقشه خونین اویلوی گفته نشده است. وزارت کارهای داخلی تنها گفت که تفتیش این حادثه ادامه دارد. خود مرد دستگیر شده برای شرح قضیه دسترس نیست. این علاقه دومین حادثه سوءقصد به جان همسران از سوی شوهران بجل در دوشنبه در روزهای آخر است. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک به خصوص کشته شدن همسر از دست شوهرانشان خبرهای زیاد به دست میرسند. کشتار همسران در اکثر موردها در زمینه رشک صورت میگیرد.